اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. باز شکر خدا، لله الحمد، که در یک اهتمام لایف خدمت وطنداران عزیز خود حاضر هستم و مطالبی را که میخوایم در این لایف خدمت شما گرامیان تقدیم بدارم، بحث است که تحت عنوان خشونت در نوع تحمیل اهتمام شده و این عنوان مطالب را در بر داره که در رابطه با نقد دیدگاه های منتقدین دین و دین ستیزان است، در اونجا که دیدگاه هایشان به مقطع اندیشی ترکیز دارد و در او مقطع اندیشی تحریف شکل و سامان میدن و او تحریف تحمیل میکنن که این خودش یک نوع خشونت است در عرصه تفکر دینی و از این جهت هم عنوان این بحث با نام خشونت در نوع تحمیل تعیین کردیم و مشخص کردیم و مطالب را که در این رابطه گرد آوردیم در دو سویه یا دو رویکرد است که به ترتیب و به صورت قسطوار تقدیم میکنیم و او است که در دیدگاه منتقدین و یا ناقدین دین، اندیشه دینی و تفکر دینی به خصوص اسلامی و او حلقه های دین ستیز که نقد دین پیشه گرفتن و به عنوان یک شغل او را اختیار کردن، اونجا میبینیم که نوع تحمیل واضح و آشکار است که خود این تحمیل یک خشونت نشان میده، به خاطر از اینکه در اونجا که متن یا در او متن که اصلا مطالب به صورت واضح بیان میکنه، در اونجا او در نظر گرفته نمیشود و تنها ذهن فاعل شناسایی بر متن حاکمیت و تسلط پیدا می کند و از این جهت است که مطالب او متن ارائه می کنه و او را به عرصه دینی عرضه می کنه، او را تحت شعاع قرار میده و حتی در یک مقطع اندیشی آشکار راه تحریف در پیش میگیرند که ای را ما به نوع خشونت تعبیر کرده ایم. و این بحثی که ما گفتیم که ترتیب کردیم در دو سویه است، یکی در راه و رسم تفسیر و تعویل در علم و عرصه دینی و یا فرهنگ اسلامی است و دیگه هم در رویکرد علمی و فرهنگ غربی است که در فرهنگ غربی یا در علم و اندیشه تعویلی و تفسیری هرمنوتیک برجسته و حیز مقام است. در این دو عرصه وقتی که مشاهده کردیم دیدیم که پای منتقدین دینی میلنگه، به خاطر از اینکه با هیچ یک از این دو عرصه تطابق و انطباق ندارد، بلکه همو مطالب دلبخواه خود میخواهند که بر متن دینی یا متون معتبر دینی تحمیل کنند و این تحمیل نتایج را بار میاره که در تضاد و تناقض با اندیشه اصیل تفکر اسلامی است. پس به خاطر شناساندن این مواقع
و این مواضع خواستیم که این عنوان انتخاب کنیم و مطالبه را تحت این عنوان تنظیم کنیم که یک بخش از او را خدمت شما عزیزان گرامی تقدیم داشتیم. با حال در ارائه بخش دوم از این هستیم. بخش اول که معرفی خود امی عنوان بود و مطالب از او و به صورت عمده یک موردی که در اونجا واضح و آشکار بیان شده بود، او عبارت از خود ذرایع در رابطه با ذرایع داخلی تفسیر قرآن عظیمشان که لسان بود، بر لسان قرآن عظیمشان ترکیز کردیم و مطالب را در ارتباط به عرض رسانیدیم. حال در مورد دوم یا در قسمت دوم باز با یکی از موارد تفسیری که کارآمد است در تفسیر قرآن عظیمشان و یک امر داخلی محسوب میشه نسبت به قرآن عظیمشان، او عبارت از نظم در قرآن عظیمشان است. پس این بخش ما مربوط می شود به معرفی و به حرف و سخن در رابطه با نظم که در قرآن عظیمشان است. به خاطر ازی که گفتیم که بدون در نظر داشته نظم اصلا یک تفسیر کارا با وجود آمده نمیتونه و حتی این نادیده گرفتن نظم سبب تحریف و انحراف هم می شود و از این جهت است که این نظم در قرآن عظیمشان بسیار زیاد مهم و برازنده است و یکی از موارد است که در به صورت داخلی در تفسیر قرآن عظیمشان کاربرد اساسی و حیز و مقام بلند و بالا دارد. ببینیم که در یک بود قرآن عظیمشان امور رقم که هدایات است و اخلاقیات بحث میکنه و اعتقاد بحث میکنه، اخلاقیات بحث میکنه و قوانین منبعث از اخلاقیات بحث میکنه. به همین ترتیب این مطالب در یک چارچوکات ادبی تنظیم کرده و ایره در یک چوکات ادبی این مسائل بیان میکنه و این به این معناست که قرآن عظیمشان در یک بود که کتاب است که به عنوان کلام ادبی شناخته شده و معروف است و بدون شک که یک کلام ادبی است. به خاطر ازی که در بخش اول دیدیم که قرآن عظیمشان لسانش با او لسان انطباق دارد که در نزد شعرا و خطبای دوره جاهلیت بود و ایره در بخش اول در مورد کلام ایره به اثبات رسانیدیم که شعرا و ادبا و خطبای جامعه عرب دوره جاهلیت در برابر عظمت ادبی قرآن عظیمشان زانو زدن و سرخم کردن. خب پس واضح شد که کلام ادبی و یا ادبیات وقتی که میگیم یک نظم از خود بازتاب میدهد که در آن نظم او محتویات ادبی، محتویات که در اون نظم بیان شدن در اونجا نفس میکشند. یعنی خود نظم یک کلام ادبی با عنوان یک نفس کشیدن او متن است و حیات یک کلام ادبی در نظمش
نهفته است و کلامی که از نظم آری باشد او را ما نمیتونیم که به نام کلام ادبی یاد کنیم، یا کلامی که از نظم آری باشد او کلام پریشان گونه است و این پریشان گونگی در کلام سبب ازی می شود که تناقض به وجود بیاید و در نهایت بر اساس این پریشان حالی کلام می باشه که یک نوع تحریف در یک مقطع اندیشی هم شکل گرفته میتونه که ایره از این خاطر ترکیز میکنیم که بفهمیم که اهمیت نظم به چی پیمانه است. قرآن عظیمشان به حد کمال نظم را نشان میدهد، یعنی اینکه دارای نظم است که در حد کمال است. با وجود از اینکه این نظم قرآن عظیمشان نشان میده، یک ده از در حوزه داخلی این تفکر دینی هستند که نظم قرآن کریم باور ندارند و با او اعتراف نمی کنند، یعنی ای که قرآن عظیمشان آری از نظم می دانند، با این مفهوم که نه سوره های قرآن کریم با هم ربط و تعلق دارند و نه هم بین آیات قرآن کریم ارتباط ارگانیک وجود دارد، در حالی که هم سوره ها با هم ربط و تعلق دارند و هم آیات قرآن عظیمشان در یک سوره با هم ارتباط ارگانیک دارند. و دلیلی که در این رابطه میتونیم ارائه کنیم، بهترین دلیل است که اگر قرآن عظیمشان نظم نمی داشت و آری از نظم می بود، پس امو ترتیب را به خود می داشت که او عبارت از ترتیب نزولی بود. می دانیم که قرآن عظیمشان دو نوع ترتیب داره و یک ترتیب ازی با اساس نزولی است و یک هم ترتیب مصحفی است. ترتیب نزولی نظر به واقعات، نظر به شرایط، با حالات دم بدم نازل شده، یا آیه یا چند آیه یا یک سوره نازل شده و این نظم نزولی باشین ترتیب نزولی است. و در ترتیب مصحفی میبینیم که نظم را یا ترتیب را مشاهده میکنیم که در مصحف وجود دارد، یعنی از سوره مبارکه الفاتحه شروع می شود با سوره مبارکه الناس ختم می شود. این دو ترتیب با هم فرق دارد. اگر این استدلال است که در اینجا به خاطر از اینکه نظر کسای رد شود که اونا قرآن عظیمشان آری از نظم می دانند، پس در اینجا دلیل است که اگر قرآن عظیمشان آری از نظم می بود، پس با ترتیب نزولی می بود، در حالی که ترتیب نزولی نسبت به مو واقعات بود که بیان شدند و ترتیب مصحفی از او ترتیب غیر از نزولی است که او خودش دارای یک نظم است که این نظم در این بحث با وضاحت بیان میکنیم انشاءالله. و قابل ذکر است که ترتیب مصحفی ترتیب دلبخواهی نیست که ترتیب شده باشد، بلکه ترتیب مصحفی که امروز که کتاب را که به نام قرآن عظیمشان در دست داریم و از سوره مبارکه الفاتحه شروع می شود تا سوره مبارکه الناس می رسه و ختم می شود با سوره مبارکه الناس، این هدایات بوده که از طریق وحی خفی که امو سنت و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم
در او کتگوری وحی خفی جای میگیره، بر اساس وحی خفی به پیامبر صلی الله علیه وسلم هدایت داده شده و ترتیب مصحفی تنظیم و ترتیب شده. و در اینجا میبینیم که تمام قرآن عظیم شان با اساس امی هدایات وحیانی که در نوع خود وحی خفی بوده و هدایتی بوده که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده، ترتیب مصحفی شکل گرفته و با وجود آمده است. خب این دلیلی بود که رد میکنه دلیل کسایی را که قرآن عظیم شان از نظم آری میدانه، یعنی تصنیف مصحفی یا ترتیب مصحفی قرآن عظیم شان نظم قرآن عظیم شان به اثبات میرسانه که در قرآن عظیم شان یک نظم به حد کمال و به حد اعلی وجود دارد. بالمقابل در فراتر از این دلیل علمای هستند که به شدت قائل به نظم قرآن عظیم شان هستند و در این رابطه کتاب های هم نوشته کردند و این کتاب ها را در میراث علمی و فرهنگی مسلمان ها میتوان که این را دریافت و کتاب های هم مشهور هستند که ما در اینجا از ذکر نام از اونا به خاطر از که اطاله کلام صورت نگیره از ذکر نام از اونا خودداری کردیم. خب به هر ترتیب این چیزی بوده که علمایی که با نظم موجود در قرآن عظیم شان فهم دارند و او را در کتاب ها بیان کردند که در دسترس امت و عامه بشریت قرار دارند. کسی که بخواه مطالعه کنه و ایره درک کنن. خب حال نظم کلی یا نظام کلی در قرآن عظیم شان چگونه است و به چه مفهوم است؟ در فهم نظم قرآن کریم، یعنی در ارتباط با همی سوره های قرآن کریم و آیات مبارکه قرآن کریم، نظام کلی قرآن کریم با آسانی فهمیده می شود. یکی که رابطه سوره های قرآن عظیم شان این مطرح بحث است در این نظام کلی قرآن عظیم شان که به نظم از او تعبیر می شود و همچنان خود ارتباط آیه های مبارکه در یک سوره این مورد بحث است که چگونه یک ارتباط دارند و این ارتباط چگونه در رسایی فهم اشتراک دارند و چگونه نقش و رول دارند برای اینکه یک فهم درست و صحیح شکل بگیرد. در رابطه با سوره ها واضح است و آشکار است بر اساس نظم که هر سوره مبارکه یک وحدت مستقل دارد. یعنی این وحدت مستقل از این که تمام آیات او سوره مبارکه این وحدت نشان میتن در یک جایی و با همی این وحدت مستقل نشان میدن که این وحدت مستقل به نام عمود سوره یاد می شود و با این مفهوم که تمام اجزای کلام با آن عمود که عنوان سوره است با هم پیوسته است. یعنی ای که وحدت مستقل قرآن، وحدت مستقل هر سوره مربوط به عمود او سوره است. یعنی که هر سوره از خود عمود داره و این تمام اجزای کلام یا تمام آیات مبارکه این سوره با این عمود رابطه
ارگانیک و در یک پیوستگی کامل قرار دارد و این عمود در یک تعبیر دیگه عنوان است که سوره به خود دارد. باید خاطر نشان کرد که قرآن کریم به صورت کلی نظام بخصوصی دارد و این نظام مجموعی قرآن کریم در دو بعد کلی قابل فهم است. به همین ترتیب سوره های قرآن کریم با همدیگه یک ارتباط ارگانیک دارند. اینطور نیست که یک سوره بقره از سوره آل عمران جدا باشد، بلکه اینا کاملا با هم در یک رابطه ارگانیک قرار دارند که ایره میبینیم که این ارتباط و این نظام نظم چگونه در قرآن عظیمشان فهم می شود. نظام قرآن کریم در یک بود که ظاهر است، هر شخص آن را فهم کرده می تواند و فهمیدن آن به هر کس ممکن و میسر است و اما بود مخفی آن بر اساس غور و تفکر و تدبر مکشوف و مفتوح می گردد. قرآن کریم در بود ظاهری مطالعه می کنیم، می بینیم. بازم تکرار می کنم که این موردم یک مورد مهم است. قرآن کریم در دو بود قابل فهم است. در بود دو بود که ذکر می شود، یکی بود ظاهری است و یکی هم بود مخفی. در بود ظاهری تمام چیزا یعنی با آسانی فهم می شود و درک می شود و فهم سهل و آسان است که مطالب از او بدون کدام مشکل به فهم می رسد. اما بود مخفی از او ضرورت دارد که تفکر صورت بگیرد و تدبر صورت بگیرد و تأمل و غور در کار است تا مطالب از او و مفاهیم از او درک شود که این در بود ظاهری سهل است فهمش و در بود مخفی ضرورت به تأمل دارد، ضرورت به غور، تفکر و تدبر دارد. حال میبینیم که قرآن کریم در بود ظاهری در نگاه اولی به سوره های مبارکه قرآن کریم دریافته می شود که به نام سوره های مکی و مدنی تقسیم شده است. این دو دوره از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان میده، دور مکی و دور مدنی که هر دو دور سوره هاش از همدیگه فرق میکنه و تفاوت های داره و به این اساس قرآن عظیمشان در یک نگاه اولی با دوگونه تقسیم میشود در یک تقسیم بندی که او عبارت از دور مکی است و دور مدنی. آنچه که در این نگاه آشکاریت و وضاحت دارد این است که سوره های مبارکه مکی و مدنی در یک ترتیب باهمی 7 گروه را می سازند. وقتی که این در مصحف سوره های مکی و مدنی جای می گیرند، این طور نیست که تصادفی و اتفاقی است، بلکه بر اساس گفتمونمو هدایات از که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده که این در یک ارتباط باهمی این سوره های مبارکه قرآن عظیمشان که هم مکی هستند و هم مدنی هستند در 7 گروه اینا تنظیم شدند. هر گروه از یک یا زیاده از یک سوره های مبارکه مکی آغاز می شود.
آغاز هر گروه با سوره های مکی است که از یک و یا زیاده از یک و ختم از او با سوره های مدنی است که عبارت از یک سوره یا زیاده از یک سوره مبارکه. در هر گروه آغاز با سوره مبارکه مکی است و بعد سوره و یا سوره های مبارکه مدنی می آیند و این 7 گروه حال نام می گیریم که و مشخص می کنیم که این گروه ها چگونه هستند و ترتیب و تنظیم از اونا چگونه است. 7 گروه قرآن کریم، 7 گروه این سوره های مبارکه قرآن کریم. گروه اول با سوره مبارکه الفاتحه آغاز می شود و با سوره مبارکه المائده ختم می شود. در اینجا می بینیم که سوره مبارکه الفاتحه مکی است و سوره مبارکه المائده مدنی است. گروه دوم با دو سوره مبارکه مکی آغاز می شود، یعنی سوره مبارکه الانعام و سوره مبارکه الاعراف و با دو سوره مبارکه انفال و التوبه ختم می شود. گروه سوم در این گروه 14 سوره مبارکه مکی و در اخیر سوره مبارکه نور است که مدنی است. گروه چهارم آغاز آن از سوره مبارکه فرقان است که مکی است و با سوره مبارکه الاحزاب که مدنی است ختم می شود. این گروه شامل 9 سوره مبارکه است که 8 سوره مبارکه آن یا 8 سوره مبارکه در این گروه مکی است و تنها سوره مبارکه الاحزاب مدنی است. گروه پنجم این گروه با سوره مبارکه سبا مکی آغاز می شود و با سوره مبارکه الحجرات ختم می شود که مدنی است. سوره مبارکه الحجرات مدنی است. در این گروه 13 سوره مبارکه مکی است و 3 سوره مبارکه که در آخر می آیند مدنی هستند. گروه ششم بله دوستان گرامی، گروه ششم این گروه با سوره مبارکه قاف که مکی است آغاز می شود و ختم آن با سوره مبارکه التحریم است که مدنی است. یعنی با سوره مبارکه التحریم با اختتام می رسد که سوره مبارکه التحریم مدنی است. در این گروه 7 سوره مبارکه مکی اند و 10 سوره مبارکه این گروه مدنی هستند. گروه هفتم آغاز آن با سوره مبارکه الملک است و با سوره مبارکه الناس ختم می شود. این غیر قابل انکار است که ترتیب سوره های مبارکه در مصحف گفتیم که اتفاقی باشد. این مسئله قابل یادآوری است که باید یادآوری کنیم که ترتیب سوره های مبارکه
در مصحف قرآن کریم که در دست داریم ما این اتفاقی و یا تصادفی نیست، بلکه این یک امر توقیفی است. توقیفی به این معنا که بر اساس هدایت که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده، بر اساس از او هدایت این مصحف ترتیب شده و تنظیم شده. تکرار میکنم که هدایاتی که در ترتیب و تنظیم مصحف بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده هم از طریق وحی بوده که او عبارت از وحی خفی است. و این ترتیب مصحفی که در دست مسلمین و امت مسلمه است، این همون ترتیب است که در لوح محفوظ قرآن عظیمشان ترتیب شده و در لوح محفوظ است. این بود ظاهری قرآن عظیمشان بود. و حال بود مخفی قرآن عظیمشان چگونه یک بوده است و یا ایره چگونه درک و فهم میتونیم بکنیم و چگونه درک و فهم میشود. بر اساس تدبر بر قرآن کریم دریافته میشود که هر سوره مبارکه موضوع مختص به خود دارد که به نام عمود، پیشتر هم ذکر کردیم که به نام عمود یاد می شود و عمود عبارت از همون عنوان سوره مبارکه است که اجزای کلام کل بر محور او عمود می چرخد و وابسته ای عمود هستند. یعنی اجزای کلام یا آیات سوره مبارکه وابسته به عمود سوره هستند. همین گونه هر گروه یک عمود جامع دارد. به همین رقم که در هر سوره یک عمود است که اجزای کلام به دور از او می چرخد و اجزای کلام به او عمود وابستگی دارد. به می ترتیب هر گروه از خود یک عمود دارد و این عمود است که تمام اجزای کلام در هر گروه به دور عمود جامع می چرخه و او را وابستگی به او عمود نشان می دهند. تمام اجزای کلام هر سوره به مو عمود جامع گروه در یک ارتباط ارگانیک قرار دارند. تمام سوره های مبارکه یک گروه بر اساس عمود جامع به هم پیوسته و وابسته هستند. این تعبیر دیگه بود که خواستیم به عباره دیگه بیان کنیم. عمود موضوعی سوره ها و گروه در یک بافت معنایی قرار دارند که عاری از تضاد هستند. یعنی عمود به صورت یک بحث را که یا عمود یک اندیشی را که یا تفکر را که ارائه میده، اینا کاملا به هم پیوسته به یکدیگر هستند و در یک تضاد و تقابل هم حکمی و هم مفهومی قرار ندارند و این خود اجزای کلام و بر اساس این عمود عاری از تضاد هستند و تضاد در اونجا را ندارد. و ایست که در یک گروه مثلا می بینیم که صحبت یا کلام بیان قانون و شریعت است یا بیان قانون و قانونمندی ها برجستگی دارد و در گروه دیگه میبینیم که ترکیز به تاریخ شده و در تاریخ است که از ملت ابراهیمی
مطالب بیان شده است و به تاریخ ملت ابراهیمی استناد شده است. در گروه دیگه کشمکش حق و باطل بیان برجسته و بارز دارد و در این ارتباط سنن الهی یا سنت های الله تبارک و تعالی بیان شدند و واضح به فهم می رسند. در گروه دیگه مشاهده می شود که از نبوت و رسالت یاد می شود و در این رابطه مطالب بیان می شود و یا ذکر می شود و بر خصایص و امتیازهای نبوت و رسالت ترکیز می شود. در گروه هم توحید، بعثت و رستاخیز، حشر و نشر عمود جامع را به فهم می رساند. و گروه آخری یا گروهی که از سوره مبارکه الملک آغاز می شود و به سوره مبارکه الناس ختم می شود، این گروه است که مفاهیم وحیانی در ادبیات معجزه‌گر بیان شده است. در این گروه یعنی این گروه منذرات است و منذرات با معنی انذار و ای که هشدار دادن است که جامعه عرب را امی گروه زیاده تر به شعور آورد و ادبیات عرب در برابر آن سر تعظیم فرود آورد. ای در رابطه با گروه آخری که مهم است که ایره بدانیم که این همون گروه است که یک انقلاب فکری را در جامعه عرب با وجود میارد، هم از لحاظ ادبی و هم از لحاظ محتوایی که در این ادبیات بیان شدن که کلگی با هم در یک انطباق قرار دارند و در یک فصل مفهومی قرار دارند، نه در یک فصل متضاد و متناقض. سوره های مبارکه مدنی هر گروه در هماهنگی کامل با مزاج مجموعی گروه قرار دارند و این قرار گرفتن سوره های مبارکه مدنی در هر گروه در یک هماهنگی کامل با مزاج مجموعی گروه قرار دارند. مناسب سوره های مبارکه مدنی یک گروه مناسبت سوره های مبارکه مدنی یک گروه با سوره های مبارکه مکی چنان است که شاخهای یک درخت با تنه درخت دارند. یعنی از لحاظ امو طرز تفکر یا اندیشه دینی که ما اگر اساس بدانیم خود سوره های مبارکه مکی را مطالبش و ارتباط سوره های مدنی بر اساس سوره های مبارکه مکی این رقم است که مثال شاخهای یک درخت با تنه یک درخت داده شده است. در یک نگاه دیگه کاملا این به فهم می رسد که هر سوره به صورت یک زوج در نظر یعنی جفت به فهم می رسند. اینطور نیست که یک سوره به صورت مجزا مورد بحث قرار بگیره، بلکه به صورت سوره ها خاصیت جفت دارند، دوگانه به فهم می رسند. یعنی اینکه هر سوره مبارکه جفت و یا مثنای خود را دارد. مناسبت زوجیت
بین آنها برقرار است، یعنی در یک جفت واحد به فهم میرسند. با این مفهوم خلای یک صورت در این یعنی زوجیت یا در این جفت بودن یا مثنا بودن این واضح می شود که در یک سوره وقتی که یک حرف ناتمام مانده در سوره دیگه تکمیل می شود و یا در یک سوره وقتی که یک موضوع واضح نیست در سوره دیگه همون موضوع باز با وضاحت بیان شده است. در نهایت به این مفهوم که خلای یک سوره مبارکه در سوره مبارکه دیگر پر می شود. امری که در یکی اگر مخفی و مکنون است در دیگر توضیح واضح دارد و در نسبت چون ماه و آفتاب قرار دارند. این نظام قرآنی یا نظم قرآن کریم در یک مشابهت کامل با نظام کائنات یا نظم کائنات قرار دارد، چون در نظام کائنات نیز هر چیز در زوجیت قرار دارد، یعنی در جفت بودن. و در اینجا یک استثناء است و او استثناء جای خود داره که بر او ترکیز کنیم و همچنان این استثناء را باید بفهمیم. استثناء در مورد سوره مبارکه الفاتحه است. سوره مبارکه الفاتحه در این قالب زوجیت نمی گنجد، یعنی مستثنا است، زیرا سوره مبارکه الفاتحه به منزله دیباچه کل قرآن کریم است و در یک تعبیر دیگه بیان مجمل کل قرآن کریم است، یا ای که بیان کل قرآن کریم به صورت مجمل در سوره مبارکه الفاتحه است که این مسئله را در صحبت های ما در کانال تحلیل تیوی در یوتیوب که بیان داشتیم، در اونجا بر این مسائل زیاد ترکیز کردیم که سوره مبارکه الفاتحه مجمل کل قرآن کریم است و قرآن کریم کل قرآن کریم تفصیل این مجمل است. این یک رابطه است و با خصوص این را خاطر نشان ساختیم کسایی که در تلاش هستند تا اثبات کنند با مو به اصطلاح در امو ذهنیتی که خود میخواین که بر یک تفکر مسلط بسازند، در تلاش هستند یک از کسایی که خود مربوط به نهله روشنفکران دینی عصر میدانند، اونا طور استدلال میکنند که سوره مبارکه فاتحه وحی نیست بلکه دعایی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را کرده، در حالی که اینطور چیز نیست و محتویات کل سوره مبارکه فاتحه ایران نشان میده که این مجمل از اون تفصیل است که ما او تفصیل به نام غیر از سوره مبارکه فاتحه به نام قرآن کریم داریم و این رابطه مجمل و تفصیل یک امر کاملا مشهود و واضح است و نمیتوان از این مسئله انکار کرد. و از این خاطر است که یکی از نامها که به سوره مبارکه الفاتحه داده شده، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم این را ذکر میکنه، نام مبارکه سوره فاتحه را یکی هم است که او را به نام الکافیه یاد میکند، یعنی اینکه سوره است که در خود متکفی است، یعنی کفایت میکند از لحاظ مفاهیم و مطالب. منتها گفتیم که مفاهیم سوره مبارکه فاتحه در یک اجمال است که نسبت به کل قرآن عظیم شان قرار دارد و کل قرآن عظیم شان یک تفصیل است که
از سوره مبارکه الفاتحه است. ویژگی برخی از سوره های مبارکه چنین است که مثنا مستقل سوره مبارکه دیگر نیست، بلکه از جهت برای وضاحت سوره ما قبل از خود نازل شدند. این امو مطلب است که در بعض حالات که میبینیم در قرآن عظیمشان یک مطلب گفتیم که مشخص نیست ولی یک بیان مختصر داره، اما در سوره دیگه امو مطلب با وضاحت بیان شده و او را یک بیان توضیحی داره. و بعض سوره ها حتی در رابطه با یک آیت به صورت توضیحی یک آیت هم بیان شده که مثال واضح در این رابطه سوره مبارکه الحجرات است که برای توضیح یک آیه مبارکه سوره ما قبل نازل شده است، در جای خود مورد بحث است که یک بحث تفسیری است که با او نپرداختیم به خاطر از اینکه باز مطلب بسیار وسعت می باشه و وسعت بخشیدن امو چیزی را که در اینجا در نظر داریم او را به اصطلاح کمی برای فهم دشوار می سازم و از این جهت است که می بینیم که در سوره الحجرات با سوره ما قبل خود درباره یک آیت این کل سوره نازل شده. در یک تدبر مستقل بر هر گروه واضح می شود که مراحل دعوت کاملا نمایان است و این دعوت به سوی حق و حقانیت در هر سوره یک امر واضح و آشکار است. این هم وضاحت دارد که گروهی که مختص به قانون و شریعت است، یعنی اختصاص به قانون و شریعت دارد، در ترتیب مصحفی بر دیگر گروه ها تقدم دارد. تقدم او گروهی که از قانون و قانونمندی ها بیان دارند و بر قانون و قانونمندی ها ترکیز کردن، اونا در ترتیب مصحفی تقدم واضح بر دیگر گروه ها دارد و مثل که میبینیم غیر از سوره مبارکه الفاتحه که در رابطه از او مطالب را به صورت استثناء بیان کردیم که حالت استثنایی سوره مبارکه الفاتحه را و میبینیم که سوره مبارکه البقره و سوره مبارکه آل عمران و همچنان سوره مبارکه النساء و المائده، اینا سوره های مبارکه هستند که از قانون و شریعت بیان واضح دارند و نسبت به گروه های دیگه اینا تقدم دارند و این گروه در این تقدم قرار دارد و واضح است. و گروه آخری که گفتیم منذرات هستند، در ترتیب مصحفی حیز آخری را به خود اختصاص دادند و در مقام آخر این گروه قرار گرفته. عنوان دیگه که میخوایم در اینجا بحث کنیم است که یا بهتر است که ایره در بحث دیگه موکول کنیم در فرصت دیگه و انشاءالله او است که تفسیر قرآن کریم با قرآن کریم. این یک مورد است که
ما چگونه میتونیم که قرآن کریم با خود قرآن کریم تفسیر کنیم. این از لازمه های تفسیری است. و دیگه ای که در این رابطه چیزی که زیاد مهم است، بعد از این مرحله تفسیری دیگه داریم که او تفسیر بر اساس سنت مسنون رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بحث های هست که با بعد معقول میکنیم و در فرصت دیگه این بحث ها را خدمت شما وطنداران گل و عزیز ارائه میکنیم که یعنی در بعد او را اهتمام خواهیم کرد انشاءالله. این بود مطالبی که در این راستا خدمتتان به عرض رسانیدیم و به ترتیب وقتی که را با پایان بردیم، بعد از او روی کرده علمی که بر اساس نظریه ادبی و رویکرد فلسفی هرمونتیک است با او ترکیز میکنیم و در اینجا کاملا به توضیح استنتاجی میپردازیم که چگونه منتقدین یا ناقدین عرصه تفکر دینی چگونه راه جدا یا بیراه را طی میکنند تا بتانند که در مقطع اندیشی هایی که میگیرن تحمیل ذهنیت خود بر متن مسلط بسازند و این مسلط سازی ذهنیت تحمیلی که مسلط سازی در واقع فاعل شناسایی است در یک تعبیر علمیش که گفتیم که این راه به تحریف میبرد و تحریف خودش زمینه ساز یک خشونت است. پس میخوایم که در یک توضیح استنتاجی این مطلب بیان کنیم و بتانیم که این ترفند این ناقدین آشکار بسازیم و از روش های از اونا برحذر باشیم که اعتماد بر اونا لازم نیست، چون اونا راه راست نمیرن بلکه بر راه جاده خاکی آنان میرانن و آنان در دست دارن. این بود خلاصه صحبت های ما وطنداران گل و عزیز و گرامی. حال فرصت به این در نظر میگیریم که اگر بتانیم، ما خود ما دیگه تلاش های ما کمی به ما جواب داده که تا حالا موافق نشدیم که در یک صحبت با دوستان قرار بگیرم. اگر دوستان از طرف خود چیزی کار کرده میتونن و با این دستگاه میتونیم که وصل شویم، با این از طریق دستگاه میتونیم که در یک گفتگو بیاییم. ما فرصتایی را در اختیار عزیزان قرار میتم و منتظر هستم که اگر کار بشه که با هم در صحبت بیاییم و مطالب هم به صورت جانبیش و یا با ترکیز بر این مطالب بتانیم که صحبت‌های دیگه هم داشته باشیم. بله دوستان گرامی، پس منتظر هستم که چی کده میتونیم. طوری که ما در حساب اینجا میبینم که 58 نفر عزیزانی هستند که ما را این برنامه را مشاهده میکنند و اما ما دکتر صاحبزاده صاحب اگر بتانم که در این برنامه شامل بسازم تا اگر ما بخواین صحبت کنند. نمیفهم که ما موافق میشیم، یعنی اینجا با ما حضورشان نشان میده.
نمیفهم که چی رقم کنیم. عزیزان دکتر صاحب احمدالله صاحب زاده اگر میتونن داخل شوند و مایل به صحبت باشند، امیدوار هستم که دعوت ما رو بپذیره. من نمیفهم که چگونه دعوت ما بس همشان میرسه یعنی و یا چرا اینو نمیتونم. به هر ترتیب عزیزان گرامی، باز تلاش ما در همصحبتی به نتیجه محسوس و ملموس خود نه انجامید، یا بهتر بگویم که باز عدم موفقیت بر جبین ما مهر زده شد که از طرف ما چیزی دقیق نمیفهم. عزیزان گرامی اگر از اون طرف میتونن کار بکنن، شاید بتانیم که در یک صحبت بیاییم.
پس چی باید کرد جز که زحمت کم کنیم، هم به شما هم به خود، و در استیج سلام علیکی که قرار گرفتیم حال خداحافظی کنیم و برنامه را ببندیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله حافظ. در حفظ و امان الله تبارک و تعالی بسر ورد.